یه نکته بگم برم. ما یه عبارت گرامری داریم be to به علاوه شکل ساده فعل یا مصدر ما به معنای قرار بودن هستش. در گزارش های خبری برای دستور دادن، دستورالعمل های رسمی، برای قرارهای رسمی و اداری و برای اتفاقهایی که در آینده نزدیک قراره که بیفتن استفاده میشه. مثلا میگم که police officers are to visit every home in the area. پلیسا قراره که همه خونه های توی اون منطقه رو ببینند. اوکی، اما یه نکته داره. نکتهش چیه؟ این که این برای آینده فقط وقتی به کار میره که اون امره، اون اتفاقه میتونه توسط انسان و بشر کنترل بشه. یعنی در این جمله پایین، در این جمله که میگم، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. Scientists say they can't predict when or where the disease will appear again. نمیتونن بگم is to appear again. دانشمندا نمیتونن بگن که کی و کجا اون مریضیه دوباره مثلا آشکار خواهد شد، پدیدار خواهد شد. توی مکالمه هم بیشتر از be about to جاش استفاده میکنیم. ببین این جمله رو میتونی بنویسی. معلم قراره تکلیف‌های من رو چک بکنه. Follow for more.